خب آقای رئیس با اجازه نفر اول همکار گرامی آقای سعیدی، شماره 96 رو باز کنید همکاران لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایطی که کمر مردم زیر بار گرانی خم شده، پخش سریال موهن ساخت ایران 3 که در آن به زیباترین مؤلفه های فرهنگ بلوچ توهین شده، موجبات خشم و ناراحتی مردم استان سیستان و بلوچستان رو فراهم کرده. مسئولین وزارت ارشاد و متولیان امور سینمایی و تلویزیونی، شما که عرضه بسترسازی جهت معرفی شاخصه های فرهنگی بلوچ رو ندارید، اقلن اجازه توهین ندهید. لباس زن بلوچ شاهکار بی‌بدیل هنری و نماد عفت و پاکدامنی و حیای زن بلوچ است. از نمادسازی های کذایی و تحریف واقعیت های فرهنگی خسته نشده اید؟ ننگتان باد که از دیدن این همه زیبایی محرومید. این بیشرمی شما را نه میبخشیم و نه فراموش خواهیم کرد. سر جهلی و چم جهلی جهل گندا مراد باتا، سر برز و بلند باتا سر برز و بلندانی. متشکرم. خیلی متشکرم.